سلام. سلام آقلیار گل. خوبی شما؟ مرسی. تو چطوری عزیزم؟ هدیه رسید به دستتون؟ بله، ولی گفته بودم دیگه منو شرمنده نکنی، چون کم کم دارم مجبور میشم به مامانت بگم. مامانم چرا؟ مگه من شما بچه ایم؟ شماره 19. بله. برو تو. خودمو نمیدونم ولی مطمئنم تو بچه ای. همون پیامون کافیه دیگه. کادو گرفتم واسه چیه؟ پستایی هم که تو اینستاگرام براتون میفرستم که نمیبینید که. چرا؟ ولی خیلی زیاد میفرستی. قول میدم از این به بعد همه رو ببینم. ببین تو جواب ندید چه فایده؟ جوابم میدم. باشه؟ مسیبی. برو بالا بیام سرمتو بزن. الان ناراحتیت برای چیه؟ منو ببین. چرا این کارا رو میکنی؟ آخه من 10 بار بهتون گفتم شماره‌تون رو بهم بدید. آخه تو شماره منو میخوای چیکار؟ خب من که شماره‌تون رو دارم ولی خب دیگه پس مشکلت چیه؟ توقعش هم خودتون شماره‌تون رو بهم بدید دیگه. شفی مریض اومد بیرون، برو تو داروهاتو نشون بده. علیار جان عزیزم تو مثل برادر من میمونی. ولی شما اصلا مثل خواهر من نمیمونید. من یه خواهر دارم بس.